سلام به همه دوستداران داستان‌های عاشقانه و ماندگار. من مهدی کشمیری هستم و خوش اومدین به کانال من. امروز با شاهکاری ادبی همراهتان هستم که قلب‌ها را می‌لرزاند و پرسش‌های عمیقی درباره عشق، فداکاری و هزینه‌هایش پیش رویتان می‌گذارد. پر، نوشته شارلوت مری ماتیسن، نویسنده مرموز انگلیسی که زندگی خودش هم روایتی رمزآلود دارد. چرا پر یک رمان منحصر به فرد است؟ عنوان کتاب اشاره به همان پری دارد که نماد سبکی، لطافت و بی‌ثباتی است. این اثر عاشقانه است که با سادگی روایت شما را تا اعماق احساسات انسانی می‌کشاند، از اشک‌های راوی تا نجواهای عاشقانه‌اش. داستانی که در ایران افسانه شد. جالب است بدانید این رمان در ایران بیش از زادگاه نویسنده محبوبیت یافت. شاید چون روایت عشق ممنوعه و ویرانگر راجر دالتون، کارمند میانسال شرکت بیمه، به ماویس کوترل، دختر جوان صاحب صدایی آسمانی، برای خواننده ایرانی آشنا ولی تکان دهنده است. پرسش هایی که ذهن را می خراشد. آیا یک مرد حق داشت دست به دزدی بزند فقط برای کامل کردن هنر معشوقش؟ راجر دالتون با همین پرسش زندگی آرام خود را قربانی عشق می کند که هم نجات بخش است هم نابودگر. چرا باید به این نسخه صوتی گوش دهید؟ روایت اول شخص کتاب طوری است که گویا راجر دالتون خودش در کنارتان نشسته و زخمهای روحش را با شما در میان می گذارد. دیالوگ های درخشان و صحنه های احساسی داستان در قالب صدا جان می گیرند. پایانی که فراموش نشدنی است. همانطور که یکی از خوانندگان میگوید پایان کتاب آنقدر غم‌انگیز و حسرتبار است که بغض در گلویت مینشاند. صدای عشق بی‌قید. این کتاب فقط یک داستان نیست، تأملی است بر اینکه عشق حقیقی چه هزینه‌هایی دارد. آیا فداکاری مطلق نشان والایی عشق است یا نشانی از خلاهای عاطفی؟ منتقدان میگویند راجر قربانی خودخواهیش است، ولی عاشقان داستان او را شهید عشق می‌دانند. صحنه‌هایی که نباید از دست بدهید. دلم می‌خواست او را در آغوش بگیرم، اما می‌ترسیدم همچون غزالی از من بگریزد و تا ابد داغ فراقش را به دلم بگذارد. این جمله از زبان راجر تنها نمونه‌ای از شور شاعرانه‌ای است که در سراسر کتاب جاری است. حرف آخر، اگر عاشق داستان‌هایی هستید که احساسات را مثل پر در باد می‌لرزاند، اگر می‌خواهید بدانید چرا خوانندگان ایرانی بارها این کتاب را مرور می‌کنند و هر بار اشک‌های تازه می‌ریزند، این نسخه صوتی پر را تا آخر دنبال کنید. شنیدن این داستان یعنی پرواز روی خط باریک میان عشق و جنون.